از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. نگاهی که خیام به در لحظه زندگی کردن داره چیزی خیلی عمیق‌تر و فراتر از لذت جوییه. خیام ما رو به پذیرش حقیقت واقعی زندگی دعوت میکنه و ناپایدار بودن دنیا رو بهمون یادآوری میکنه. برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی کز دگران. این دنیا اگه قرار بود به کسی وفا کنه، قبلی‌ها اینطوری نمیرفتن تا نوبت به تو برسه. خیام ما رو به بهره بردن از زمان اکنون با آگاهی و تفکر دعوت میکنه.